الله العلی العظیم توکلت علی الله حی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. با سلام و درود به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و همه دستاندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با سلام و درود و رحمت پروردگار به روان پاک همه شهدا از صدر اسلام تا کربلای حسین و از کربلای حسین تا کربلای ایران. خدمت داری خطبه میگی یه دقیقه وقت آجی داری خطبه باغدار هستی. این جانب سید اکبر شریفی یکی از کشاورزان قدیمی این روستا. خدمت شما عرض کنم که مشکلات این روستا چند دسته میشه. یکی این که خشکسالی پی در پی چندین سال که اینجا رو فرا گرفته و همه این قسمت اصفهانو وزارت کشاورزی با اون توانی که داشته در حد نصاب خودش زحمت کشیدن، مقداری رو با تانکر کمک کردن برای باغداران آب آوردن و از نظر اداره جهاد سازندگی هم و همچنین فرمانداری اینها مقدار بودجه رو برای تعمیر قنات‌ها، لاروبی قنات‌ها کمک کردن و دستشون درد نکنه در اونجایی که امکان داشته و ما در حال حاضر از همهشون تشکر و قدردانی میکنیم. خب حاج آقا توی آوردن این آب چه کمکی به شما شده؟ ببین این آبایی که آورده شده پولشو تا اونجایی که تونسته وزارت کشاورزی پرداخت کرده کاملا رایگان، ولی در درجه اول خود باغدارا باید یه